سلام و درود خدمت دوستان عزیز. در این ویدیو 1300 دلار اگه سود کنیم حساب اکانت 200,000 دلاری پراپ رو پاس میکنیم. خب دوستان، این حساب آزمایشی هست برای تمرین، برای کسایی که نیاز دارن قبل از هر خرید اکانت پراپ آزمایشی روی اون تمرین کنن یا به قول معروف استراتژی هاشون رو بک تست بگیرن یا تست بگیرن ازشون. شما سعی کنید قبل از هر اکانتی که میخوایم بخریم یک اکانت آزمایش باز کنید. الان سود ما 8709 دلاره. روزهای معاملاتی 3 روز. تیکش خورده. منتظر این هستیم که 1300 یا 2000 دلار سود کنیم تا این حساب رو ببندیم. انشالله که تو این ویدیو پاس بشه و شما هم نحوه پاس شدن اکانت پراپ رو از نزدیک ببینیم و انشالله که به دردتون بخوره و ازش استفاده بکنید. واقعیتش من تو حساب‌های فارکس خیلی خوب کار میکردم، ولی چون حساب‌های پراپ قوانین خاص خودشو داره، شما باید طبق حساب پراپ آموزش ببینید. یعنی هر چقدر تو متا تریدر واسه خودتون اکانت رایگان بسازین، تمرین کنین، به دردتون نمیخوره. چون قوانینی که تو این حساب ها هست در فارکس نیست. مثلا حداکثر روزانه شما 5% میتونید ضرر کنید. اگه بیشتر از 5% باشه حسابتون رو از دست میدید. یا حداکثر کلی شما 10 الی 12% میتونید ضرر کنید، ریسک کنید. و اگر از این ناحیه 10-12% رد بشین، متاسفانه حسابتون رو از دست میدید. تقریبا 1100 دلار موند. دوستان، من معاملات ریسکی انجام میدم. شما طبق این ویدیو معامله انجام ندین. این یک استراتژی خاصی است که شما باید قواعد اصولش رو بلد باشین. اگه بلد نباشین مطمئنا 190 حسابتون از دست میدین. نه در عرض چند روز، در عرض چند دقیقه از دست میدین. معاملات ریسکی سعی کنید انجام ندید. معاملات انجام بدین که بتونین ازش فرار کنین یا یه جای فراری واسه خودتون بذارین. تقریبا 1000 دلار بود.
به نظرتون پاس میشه تو این ویدیو؟ به نظر من که حالا هر چیزی رو قطعی نمیشه گفت، ولی طبق آموزش هایی که دیدم و تجربه هایی که دارم فکر کنم تو این ویدیو پاس بشه. دقتم کنی کلا من 3 روز معامله انجام دادم به اکانت 200,000 دلاری رو دارم پاس میکنم. یعنی چجوری بهتون بگم، معاملات اصلی رو دیروز انجام دادم که معاملات به این نقطه رسید. یعنی در عرض 1 روز 2 روز تونستم اکانت رو به این نقطه برسونم. خب همه میتونن پیشرفت کنن و سعی کنن پراپ کار کنن. اول گفتم باید آزمایش کار کنید، تمرین کنید که خدای نکرده سرمایه‌تون رو یا سرمایه هاتون رو از دست ندید. من با اینکه چند بار حساب پراپ پاس کردم آزمایشی رایگان شد، چون تا حالا من اکانت پراپ خریداری نکردم. آدم باید دروغ نگه، راستگو باشه. من چند بار اکانت پراپ پاس کردم، با این حال اگه این اکانت 200,000 دلاری رو پاس کنم دوباره از 6,000 دلار شروع میکنم به پاس کردن. یعنی یه بار دیگه قصدشو دارم که از پایین ترین رقم حساب پراپ بگیرم و باهاش آزمایشی تمرین کنم و استراتژیامو تست بگیرم و ببینم در چندین اکانت میتونم پاس کنم یا ضرر کنم. فعلا که تا به الان خدا رو شکر میکنم که تونستم استراتژیمو درست ستاپ کنم. یعنی به قول معروف خیلی زحمت کشیدم که این نتیجه رو ببینم. انشالله که شما هم بتونید با تمرین زیاد، با تجربه هایی که تو این اکانت ها هست میتونین معاملات انجام بدین، تجربه کسب کنید و نحوه معامله کردن یاد بگیرید و نحوه سود کردن رو ببخشید یه چک کنم. تقریبا 900 دلار دیگه بزنیم کافیه. دوستان پراپ یکم خطر داره، ریسک داره. خطر نگیم، ریسک بگیم، ریسک داره. خب فکر کنید من اکانت 200,000 دلاری و 9,000 دلار باهاش سود کردم. امکان داره همین الان کل 9,000 دلار رو از دست بدم و اکانت فیل بشه، یعنی اکانت رو از دست بدم. این بازار سختی و ریسکای خودشو داره. شما باید واسه هر چیزی از قبل آمادگی داشته باشین، وگرنه خیلی ضربه بدی میخورین، هم از نظر مالی هم از نظر روحی. 900 دلار نیاز دارم پاس بشه. بریز دیگه، اذیت نکن. دیوونه شدم دارم با کندلا حرف میزنم. اشکالی نداره. مهم اینه که زحمتامون جواب بده و بتونیم به دیگران هم کمک کنیم. هر چقدر کمک کنیم خدا هم 1000 برابرش و 10,000 برابرش رو بهمون میده.
یعنی از کمک کردن نترسین، از دست گرفتن نترسین. اگه دست کسی رو بگیرین، خدا 100 بار دست شما رو میگیره، بلند میکنه. زندگی رو خیلی سخت کردین، سخت نگیرین. دوباره چک کنیم. نمیخوام ویدیو طولانی بشه، فقط میخوام پاس بشه که شما پاس شدن یه اکانت یا انگیزه ای میشه واسهتون که شما هم تو اکانت های آزمایشی رایگان تمرین کنید و پراپاتون رو پاس کنید تا بتونید در معاملات واقعی با پول واقعی کار کنید و سود کسب کنید. بیت کوین هم که رفته بالا، 8.5 دلار ضرر تو BTC، تقریبا 11 دلار هم تو تورون TRX ضرری. خب ما هیچ وقت نمیبندیم. ببینیم گذاشتم هدفش 76,000 دلار، یعنی بیت کوین به 76,000 دلار نرسه من اصلا بهش دست نمیزنم. یا به قول معروف، یا به مثال بزنیم، ترون اگه به 0.2250 برسه تارگتمون میخوره و قبل از این تارگت اصلا معامله رو نمیبندیم، حتی اگه تو ضرر باشیم. تقریبا 800 دلار نیاز داریم. فقط میخوام پاس بشه، چون واقعیتش من با اکانت بزرگ کار نمیکنم، ولی دیگه یکی از دوستان خواهش کرد که با اکانت 200,000 دلاری یا 200K شروع به فعالیت کنیم و پاسش کنیم تا انگیزه خوبی براشون باشه. اکانت 6K 6,000 دلاری خوبه واسه تمرین، چون پول کمی هست. شما باید خیلی زحمت بکشین تا ضرر نکنید و معاملاتتون تو سود بره یا سودتون کمه. خب دوستان، به هیچ وجه اینجوری معامله انجام ندید، چون آخرای کاره من میخوام اکانت زود پاس بشه که به شما نشون بدم و شما از این ویدیو یک تجربه از پاس کردن پراپ داشته باشید. اصلا ببینید وقتی یک پراپ پاس میشه یا
به تارگتی که مثلا شما میرسید چه اتفاقی میافته. تقریبا 800 دلار میرسه. میدونم این ویدیو طولانی خواهد بود، چون من خیلی وقتا شروع کردم به ویدیو گرفتن. وقتی شما شروع میکنید به ویدیو گرفتن بیشتر اذیت میشید. فکر کنم چون عجله میکنید خیلی باعث میشه ویدیو طولانی بشه، ولی اگه به صورت حرفه‌ای معامله کنیم این اتفاق برامون نمیفته. نماد طلا هست، طلا به دلار XAUUSD. دوستان وقتی بیان در محدوده‌ای که معاملاتون باز هست فرقی نداره رو کدوم یکی از معاملات کلیک راست کنید. در اینجا یک گزینه هست بالک operations، فکر کنم اگه درست تلفظ کنم. خب وقتی شما گزینه اول رو بزنید close all position یعنی بستن تمام معاملات. گزینه دوم close profitable position یعنی بستن تمام معاملاتی که تو سود هستن. close losing position بستن معاملاتی که تو ضرر هستند. close sell position بستن معاملات فروش یا sell. close XAUUSD position بستن نماد طلا یعنی هرچی اینجا شما معاملات طلا داشتی باشین و واسهتون میبنده. یه احساسی دارم دیگه توی یک حرکت قرار اکانت پاس بشه، شایدم فعلی بشه. الان 1000 تا تو ضرر. اگه ریزش کنه 1000 تا سود کنیم اکانت باز میشه. یعنی اگه بتونم تو 3 روز اکانت و دوستان اینجا پنل یعنی آمار پراپی که من کار کردم خب تا الان 3 روز معامله کردم. اگه بتونم تو 3 روز این اکانت رو پاس کنم واسه خودم یک لولی انگار باز میشه، چون تو 3 روز اکانت 200,000 رو باز کردم یکم سخته.
چک کنید. تقریبا 700 دلار. فکر کنم فیک داره میزنه. فیک یعنی میترسونن دیگه شما رو که فکر کنید ریزشی در کار نیست. روندمون ریزشی است. کپی چک کنیم. دوستان عزیز بهتون گفتم من الان فقط به خاطر اینکه اکانت پاس بشه معاملات ریسکی انجام میدم. خب شما سعی نکنید در معاملات واقعی این کار رو انجام بدید، چون هم سرمایه‌تون از دست میره، هم ضربه روحی شدید بهتون وارد میشه. چون شما فرض کنید در عرض چند دقیقه کلی پول از دست بدین یا در چند ماه این پول رو از دست بدین، خیلی فرق داره ها. یعنی روحیتون به شدت
از بین میره و دیگه شاید نتونید تا مدتی کار بکنید. دیدید فیک زده بود. فعلا ببندیم ببینیم پاس شد یا نه. پاس نشد. اذیت نکن. کام فیلتر شکم رو روشن کن. خیلی خوب ریزش کرد. تبریک میگم، حسابو پاس کردیم. پاس شد. خب کو. اذیت نکن. شد پس. پاس نشد. چرا اذیت میکنی؟ عیب نداره، آخراشه دیگه. الان بیاد پاس نشه بریم تو ضرر. دوستان تبریک میگم، رفتیم تو ضرر. دیگه این بار باید پاس بشه. تبریک میگم، اکانت 200,000 دلاری رو پاس کردیم و به همتون این لحظه رو آرزو میکنم که در حساب واقعی بتونید حساباتون رو پاس کنید. تو 3 روز معاملاتی تونستیم اکانتمون رو پاس کنیم.
این چیه؟ که معامله باز ندارم. خب اکانت 200,000 دلاری رو باز کردیم. ای اینترنت نامرد، حالا که ویدیو تموم شد اکانت باز کردیم تو اذیت کن. ای خدا. 10,712 دلار، یعنی به 10,000 دلار رسیدیم اکانت هدف سود خورد. جیبتون پرپول، همیشه موفق و پیروز باشید.